درود بر شما جویندگان نور حقیقت و دوستداران میراث جاودان. به شاین آی آر خوش آمدید. جایی که قصد داریم نور را بر گوشه‌های ناشناخته و با شکوه تاریخ ایران و جهان بتابانیم. اینجا قرار نیست تنها روایتگر روزهای گذشته باشیم. می‌خواهیم با هم الماس تاریخ را از لایه‌های غبار گرفته بگردانیم و آن را بدرخشانیم تا درس‌هایش راهنمای امروز و فردایمان باشد. از تمدن کهن ایران تا امپراتوری‌های جهانی، از نبردهای سرنوشت ساز تا اختراعاتی که جهان را تغییر داد. ما را در این سفر همراهی کنید. سابسکرایب فراموش نشود. زنگوله اطلاع رسانی را بزنید تا هیچ کدام از این کشف‌ها را از دست ندهید و در بخش نظرات صدایتان را به گوش تاریخ برسانید. با هم گذشته را نه در تاریکی که در نور ببینیم. به خانواده شاین آی آر خوش آمدید. سلام و درود به شما بیننده عزیز. امروز با هم به اعماق تاریخ سفر می‌کنیم. به دیدار پادشاهی می‌رویم که تصویر او در تاریخ و افسانه گم شده. نامش خسرو انوشیروان است. پادشاهی که هم فیلسوف بود، هم فرمانده جنگی، هم انقلابی اقتصادی. او یک امپراتوری فروپاشیده را نجات داد و آن را به بزرگترین ابرقدرت زمان خود تبدیل کرد. اما زیر این تاج درخشان یک راز بزرگ وجود دارد. او هم قهرمان بود، هم یک دیکتاتور بیرحم. امروز می‌خواهیم این معمای تاریخی را حل کنیم. داستان واقعی انوشیروان از همین جا شروع می‌شود. برای درک واقعی خسرو، باید به دنیایی که در آن متولد شد نگاهی بیاندازیم. امپراتوری ساسانی در اوایل سده ششم میلادی در آشوب بود. پدرش پادشاه قباد اول با چالش‌های عظیمی روبرو شده بود، از جمله یک جنبش اجتماعی مذهبی رادیکال به رهبری شخصی به نام مزدک. مزدکیان نوعی کمونیسم اولیه را تبلیغ می‌کردند و خواستار باز توزیع ثروت، اموال و حتی همسران بودند. این امر آشوب گسترده‌ای به پا کرد و اشراف و ساختارهای سنتی قدرت امپراتوری را تضعیف نمود. در حالی که قباد در ابتدا از این جنبش برای مهار قدرت نخبگان به نفع خود بهره برد، به زودی اوضاع از کنترل خارج شد. خسرو در سال 531 میلادی بر تخت سلطنتی امپراتوری متلاشی و ناپایدار نشست. او حکومتی را به ارث برد که بر لبه پرتگاه فروپاشی قرار داشت. یکی از اولین و قاطع‌ترین اقدامات خسرو مقابله با مشکل مزدکیان بود. او آنها را تهدیدی جدی برای نظم و ثبات اجتماعی می‌دید. در حرکتی سریع و بیرحمانه تله‌ای ترتیب داد و رهبران مزدکی را به یک ضیافت بزرگ دعوت کرد، تنها برای اینکه آنها را به طور سیستماتیک اعدام کند. گفته می‌شود خود مزدک به شیوهی به خصوص وحشتناک کشته شد. اگرچه این عمل بیرحم بود، اما جنبش را به طور مؤثری پایان داد و سلسله مراتب سنتی را احیا کرد. با خنثی شدن تهدید داخلی، خسرو بالاخره می‌توانست پروژه بلند پروازانه خود را آغاز کند، بازسازی امپراتوری ساسانی از پایه. او تنها یک جنگجو نبود، در قلبش یک اصلاح طلب بود. ماندگارترین میراث خسرو برنامه جامع اصلاحات اوست که تقریباً به هر جنبه از زندگی ساسانیان دست برد. شاهکار او سیستم مالیاتی بود. پیش از او مالیات‌ها بر اساس درصدی از برداشت محصول جمع‌آوری می‌شد که بسته به آب و هوا و بازده محصول سال به سال شدیداً در نوسان بود. این هم برای کشاورزان و هم برای حکومت غیر قابل پیش‌بینی بود. خسرو یک مالیات ثابت بر زمین بر اساس بررسی دقیق تمامی اراضی کشاورزی معرفی کرد. او کیفیت زمین و حقوق آب را ارزیابی کرد، سپس یک مالیات ثابت و قابل پیش‌بینی تعیین نمود که به صورت اقساط پرداخت می‌شد. این به کشاورزان ثبات داد و به دولت اجازه داد تا جریانی مطمئن و پایدار از درآمد داشته باشد. این انقلابی بود و ستون فقرات مالی پروژه‌های دیگرش را فراهم کرد. با خزانه‌ای پایدار، خسرو توجه خود را به ارتش معطوف کرد. او طبقه جدیدی از سربازان حرفه‌ای
به نام دهقانان ایجاد کرد که زمینداران خرده‌پایی بودند که مستقیماً به شاه وفادار بودند. او از خزانه مرکزی به آنها حقوق میداد، آنها را با بهترین زره و سلاح‌ها تجهیز کرد و یک ارتش دائمی تأسیس نمود. این امر وابستگی او به اربابان فئودال بزرگ را کاهش داد که می توانستند ارتش‌های خود را بسیج کرده و اقتدارش را به چالش بکشند. او همچنین امپراتوری را به 4 بخش نظامی، شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم کرد که هر کدام تحت فرماندهی یک ژنرال یا اسپهبد بودند که مستقیماً به خودش پاسخگو بودند. این یک زنجیره فرماندهی کارآمدتر و پاسخگوتر ایجاد کرد و ارتش ساسانی را به یکی از مقتدرترین نیروهای رزمی زمان خود تبدیل نمود. اما خسرو تنها به قدرت نظامی و ثبات مالی علاقه نداشت. او علاقه‌ای عمیق به دانش و عدالت داشت که برایش لقب انوشیروان به معنای دارای روح جاویدان و نیز پادشاه فیلسوف را به ارمغان آورد. در پایتخت تیسفون به مرکزی پویا برای دانش و فرهنگ تبدیل شد. هنگامی که امپراتور بیزانس جوستینیان آکادمی آتن را در سال 529 بست، خسرو مشهورانه از فیلسوفان یونانی آواره شده در ایران استقبال کرد. او از آنها حمایت مالی کرد، با آنها به مباحثه پرداخت و دستور ترجمه متون یونانی و هندی به زبان فارسی را صادر کرد. آثاری در زمینه پزشکی، نجوم، فلسفه و ریاضیات به درون امپراتوری سرازیر شد. یکی از معروفترین نمونه‌های این تبادل فرهنگی تأسیس آکادمی گندیشاپور بود. این نهاد تبدیل به مهمترین مرکز پزشکی دنیای باستان شد. این مرکز سنت‌های پزشکی ایرانی، هندی و یونانی را گرد هم آورد و ترکیبی بی‌نظیر از دانش خلق کرد. پزشکان گندیشاپور به مهارت‌های خود شهرت داشتند و بیمارستان آن الگویی برای زمان خود بود. گفته می شود خسرو حتی پزشک شخصی خود را به هند فرستاد تا تکنیک‌های جدید پزشکی را بیاموزد و گیاهان دارویی نادر جمع‌آوری کند. این کنجکاوی فکری و گشودگی به ایده‌های خارجی ویژگی بارز سلطنت او بود و تأثیری ماندگار بر توسعه علم و پزشکی در منطقه و فراتر از آن گذاشت. خسرو همچنین خود را نهایی‌ترین توزیع کننده عدالت می‌دید. او می‌خواست حاکمی در دسترس به نظر برسد که به مردم عادی اهمیت می‌دهد. افسانه‌ها می‌گویند او زنجیری از عدالت از دیوار کاخ خود آویزان کرده بود که هر کسی هر چقدر هم فقیر می‌توانست آن را بکشد تا شاه را فراخوانده و شکایت خود را مطرح کند. اگرچه این ممکن است بیشتر افسانه باشد تا واقعیت، اما بازتاب دهنده شهرتی است که او پرورش داد. او اصلاحات قانونی را برای تضمین محاکمات عادلانه‌تر اجرا کرد و بر فساد مقامات دولتی سرکوب کرد. او درک می‌کرد که برای قوی بودن یک امپراتوری مردم باید به انصاف آن باور داشته باشند. دیدگاه او جامعه‌ای به نظم درآمده بود که هر کسی جایگاه خود را می‌دانست و حقوقش توسط تاج و تخت محافظت می‌شد. البته یک حاکم در سده ششم نمی‌توانست از جنگ اجتناب کند و خسرو یک استراتژیست نظامی بزرگی بود. رقیب اصلی او امپراتوری بیزانس یا امپراتوری روم شرقی بود که توسط امپراتوری به همان اندازه جاه طلب جوستینیان حکومت می‌شد. درگیری آنها که اغلب جنگ ابدی نامیده می‌شود، رویارویی دو ابرقدرت بود. در سال 540 خسرو یک پیمان صلح را شکست و تهاجم عظیمی به سوریه بیزانس به راه انداخت. ارتش او تا دریای مدیترانه پیشروی کرد و شهر باشکوه انطاکیه، یکی از گوهرهای دنیای روم را تصرف و غارت کرد. او جمعیت آن را به ایران کوچاند و شهری جدید برای آنها در نزدیکی پایتختش ساخت که به آن انطاکیه خسرو یا انطاکیه بهتر از انطاکیه می‌گفتند. این جنگ با بیزانسی‌ها ده‌ها به طول انجامید و در میان رودان، قفقاز و شبه جزیره عربستان جریان داشت.
در این میان پیروزی‌ها و شکست‌هایی برای هر دو طرف رخ داد. کارزارهای خسرو تنها درباره فتح نبود. آنها درباره تأمین منابع، کنترل مسیرهای تجاری پرسود مانند جاده ابریشم و برقراری امپراتوری ساسانی به عنوان قدرت مسلط منطقه بودند. او همچنین مجبور بود در مرز شرقی خود بجنگد و تهدیدات کوچ‌نشینانی مانند هفتالیان یا حیاتله را پس بزند. او با خاقانات ترک تازه تأسیس متحد شد تا هفتالیان را در هم بکوبد، مرزهایش را تأمین کند و نفوذ خود را به آسیای مرکزی گسترش دهد. در پایان سلطنت طولانیش در سال 579 میلادی، خسروی انوشیروان امپراتوری ساسانی را دگرگون کرده بود. او دولتی را به ارث برده بود که بر لبه پرتگاه فروپاشی قرار داشت و امپراتوری متمرکز، مرفه و قدرتمندی را به جا گذاشت که قبطه دنیا بود. اصلاحات مالیاتی و نظامی او بنیانی پایدار ایجاد کرد که نسل‌ها دوام آورد. حمایت او از علم و فلسفه عصر طلایی از دانش را پرورش داد که بعدها بر عصر طلایی اسلامی تأثیر گذاشت. او مرزهای امپراتوری را گسترش داد و جایگاه آن را به عنوان یک ابرقدرت جهانی تحکیم کرد. برای ایرانیان او به الگوی پادشاه عادل تبدیل شد، نمونه‌ای که تمام حاکمان آینده باید به سوی آن تلاش کنند. نام او مترادف با خرد، عدالت و شکوه شد. میراث خسرو انوشیروان عظیم است. او نماینده اوج مطلق قدرت و فرهنگ ساسانی است. حتی پس از سقوط امپراتوریش در برابر فتوحات اعراب یک سده بعد، خاطره‌اش زنده ماند. او در ادبیات فارسی جاودانه شد، به ویژه در شاهنامه فردوسی. اصلاحات اداری او چنان مؤثر بودند که بسیاری توسط خلافت اسلامی پسین اقتباس شدند. او شخصیتی پیچیده بود، یک خودکامه بیرحم که دشمنانش را بدون هیچ ترحمی در هم می‌کوبید، اما در عین حال یک اصلاح طلب آینده‌نگر و حامی دانش که بر یک نوزایی فرهنگی ریاست می‌کرد. او به هر معنای کلمه شاهنشاه بود. پس از 48 سال سلطنت، خسرو امپراتوری فروپاشیده را به ابرقدرتی جهانی تبدیل کرده است. مالیات منظم، ارتش منسجم، مراکز علمی درخشان. اما یک سوال باقی می‌ماند. آیا او قهرمان بود یا خودکامه؟ ناجی ایران یا حاکمی بیرحم؟ پاسخ این است: هر دو. خسرو انوشیروان تمام تناقضات تاریخ ایران را در یک شخصیت جمع کرده است. نابغه‌ای که هم می‌ساخت و هم ویران می‌کرد. حالا نوبت شماست. اگر می‌خواهید داستان پادشاهان متناقض دیگری را بدانید، کامنت کنید. سابسکرایب کنید تا در اکتشاف تاریخ با من همراه باشید. تا ویدیوی بعد، تاریخ را زنده نگه دارید.